مطلب جمیله حسین، جنایت سال، پرونده کشتار بی‌رحمانه شهرت اسمت‌اللهیف و دلشاد اسبه به سود رفت. پروکراتور گنرالی تاجیکستان هفته گذشته درباره به سود عالی کشور ارسال شدن پرونده جنایتی پرسر و صدای سال 2023 نسبت دلشاد سیدمرادوف با 13 گمانبر دیگر که در دزدی و کشتار شهرت اسمت‌اللهیف معاون اول رئیس آریان بانک ایبدار می‌شوند خبر داد. دلشاد سیدمرادوف که همچون راهبر گروه متشکل جنایتی نام برده می شود دستگیر گردیده پس از تفتیش پوره و خالصانه حالت کار پرونده جنایتی نسبت به 14 نفر ایبدار شونده از جمله سیدمرادوف دلشاد سنه 18 نوامبر سال 2023 به سود عالی جمهوری تاجیکستان ارسال کرده شده است. در رابطه با دزدی و مرگ شهرت اسمت‌اللهیف تا به امروز نزدیک 50 نفر بازداشت و مورد بازپرسی قرار داشته. دلشاد اسبه فرمایشگر و اشتراکچیان این جنایت گوش‌ناشنید را در تاجیکستان حالا در سود افشا می‌سازد. در پی این SSSR تصمیم گرفت که بار دیگر از این جنایت گوش‌ناشنید و دستاندرکاران آن یادآور شده درباره آن نفرانی که در فرمایش آدمربایی و کشتار بی‌رحمانه شهرت اسمت‌اللهیف دست دارند بگوید. دلشاد سیدمرادوف یا خود دلشاد اسبه که یکی از چهره‌های کلیدی در عملیات دزدی و کشتار بی‌رحمانه شهرت اسمت‌اللهیف معاون اول رئیس بانک آریان بانک به شمار می‌رود 7 اکتبر به دوشنبه استرداد شد. موصوف در یک صحبت عجیبی که روزهای اول در شبکه‌های اجتماعی پخش شد میگوید که از راهبر دسته جنایش فرمان گرفته بود که شیرعلی کبیر وزیر صنعت را ترور کنند، ولی با سبب سخاوتمند بودن کبیروف جنایتکاران روز 23 ایون سال 2023 شهرت اسمت‌اللهیف را ربوده با عذاب علیم کشته جسدش را به دریای زرافشان پرتافتند. عجابت کار این است که هم شهرت و هم شیرعلی از شاگردان، دوستان نزدیک و دستپروران حسن اسدالله‌زاده رئیس ریاست جمعیت سهامی کشاده آریان بانک به شمار می‌روند. سیدمرادوف دلشاد حسینویچ سنه تولدش 4 ایون سال 1984 زاده و استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه الشیر نوایی بینای 5 کسر 8 حجره 1 ملتش تاجیک معلوماتش عالی آیلدار صاحب یک فرزند نامبرده سال 2001 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه را ختم نموده به فاکولته حقوق شناسی دانشگاه وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه در شهر سنت پترزبورگ داخل شده. سال 2006 دانشگاه مذکور را با اختصاص حقوق شناسی ختم نموده است. پس از ختم دانشگاه مدت یک سال به سبب پیدا نمودن جای کار در مقامات حفظ حقوق فدراسیون روسیه در شهر سنت پترزبورگ استقامت نموده است. سال 2007 به جمهوری تاجیکستان برگشته به صف مقامات کارهای داخلی شامل شده است. از ماه اکتبر سال 2007 تا سال 2008 در وظیفه وکالتدار اپراتیوی شعبه مبارزه بر ضد خرید و فروش آدمان اوباپ وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت نموده است. سالهای 2008 وظیفه اشغال نموده اش را عوض نموده از ریاست مذکور بر ریاست اپراتیوی جستجویی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان گذشته در وظیفه وکالتدار اپراتیوی به کار رفته است. خود همان سال باز از ریاست اپراتیوی جستجویی بر ریاست امنیت داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان گذشته در وظیفه ناظر تا سال 2010 کار و فعالیت نموده است. سال 2010 از صف مقامات کارهای داخلی آزاد کرده شده 4 سال بعد یعنی در سال 2014 در مقامات پروکراتور به کار درآمده یک مدت کوتاه در وظیفه متخصص کیبرنتیکی پروکراتور گنرالی جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت نموده در آنجا نیز از صف مقامات آزاد کرده شده است. بعد آزاد کردن از صف مقامات پروکراتور در سال 2016 به صف اگنتی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کروپسیا داخل شده یک مدت کوتاه در آنجا کار و فعالیت نموده است. رتبه حربیش کاپیتان عدلیه می باشد. یعنی این شخص در 3 وزارت کلیدی کشور وزارت کارهای داخلی، گیم پروکراتور و اگنتی کروپسیا کار و فعالیت میکرد. پس از صادر نمودن جنایت در هیئت گروه متشکل جنایی سنه 25 ایون سال 2023 ساعت 16 توسط فرودگاه بین‌المللی دوشنبه از تالار سیب با خطسیر دوشنبه مسکو به فدراسیون روسیه فرار نموده است. از روی بعض معلومات او توسط ویب و سیب زلی فرودگاه دوشنبه خوجند زیاد پرواز کرده او را همچون مسافر دست بخیر و خیلی هم دلیاب می شناختند. در طربخانه‌های شیک پایتخت نیز او را خوب می دانستند. یک نوار دیگر صحبت دلشاد سیدمرادوف با مفتشان پرونده به دست ما نیز رسید. در آن دیده می شود که دلشاد کراسافچیک ریش داشته خیلی آرام به سوالها پاسخ می گوید. دلشاد طور به نظر می رسد دست راستش به زنجیره به دسته پیچ بخاری یا خود بطری بند است.
است، زیرا تنها دست راستش را این صحبت به مفتیشان بالا و پایان میکند. چون این دستبندی برای جنایتکاران مخصوصا خطرناک جایز است. او در این صحبت اعتراف میکند که ربودن شهرت اسمت‌اللهیف را از آنها قمر عظیموف نام یک صاحبکار ساکن پایتخت برادر آوازخوان‌های گروه آوازدار انیس فرمایش داده است. هر چیزی که این جنایتکار میگوید تنها شاهدی همین نفر است. حقیقت را تنها پس از صادر حکم سود و شناسایی با پرونده خواهیم گرفت، ولی حالا فکت‌های این قاتل را اینجا میکاریم. در این صحبت دلشاد کراسافچیک میگوید گویا قمر عظیموف که با اسمت‌اللهیف تجارت مشترک خانه‌سازی داشت از وی 2.5 یا 3 طبق بعضی آوازه‌های دیگر تا 5 میلیون دلار قرضدار شده است و قمر به ما گفت نمی‌شود شهرت را از بین برداریم. موصوف تاکید می‌دارد که قمر با آنها شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نوین جمهوری تاجیکستان و منیجر سابق شرکت آلومین‌سازی تالکورونیس 90 که داده بود که از شهرت دیده شیرعلی پول بسیارتر دارد، ولی ما قبول نکردیم چون که شیرعلی به همه یاردم میکند، دست کوشا دارد، می‌افزاید در این نوار دلشاد سیدمرادوف. اینجا یک نیسیکوفکا فاکتوف یا خود تراشه از بام جای دارد. اگر قمر از شهرت قرضدار است و او را فرمایش قتل می‌دهد، پس چرا او شیرعلی کبیر را که با اخیری یگان بیزنس مشترک نداشت فرمایش داده است؟ سر این معما تفتیشات باید کار کند. دلشاد کراسافچیک همچنین در بیاناتش اعتراف کرد که همچون پیش پرداخت از قمر 50,000 دلار گرفته به یک شاگردم دادم که برای اجرای نقشه ماشین بخرد و یگان منزل را به اجاره بگیرد. این همان ماشین خونده سیاه است که بعداً با آن شهرت اسمت‌اللهیف بانکر معروف و شخصیت شناخته و دست به سخا را ربودند. خاطررسان می‌شویم که 23 یونیو سال 2023 در کوچه زکریای رازی ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه شهروند اسمت‌اللهیف شهرت عبدالغفارویچ معاون اول رئیس جمعیت سهامی کشاده آریان بانک از جانب گروه متشکل جنایتی عبارت از 4 نفر با استفاده از قوه جسمانی دستگیر شده به داخل واسطه نقلات تمغه خونده سنت رقم قید دولتیش 0197 M01 قبلا 129 خ01 رنگش سیاه پوره سیاه شیشه مجبورا سوار کرده از جای حادثه به خطسیر خیابان رودکی میدان سرحدچیان محله خوجنبیای بالا حرکت نموده از نزد بازار کشانیان به حدود محله های لوچاب چغته گذشته غیب زده است. یوسف رحمان پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان روز 15 اوگوست سال 2023 در نشست مطبوعاتی نهاد زیرتابعش رسما اعلان نمود که جسد شهرت اسمت‌اللهیف از دریای زرافشان در حدود دهات سرزم شهر پنجکن پیدا گشته پس از گذرانیدن اکسپرتیزه و تصدیق شخصیتش به خاک سپرده می شود و هرچند اکسپرتیزه داخلی از روی دنک و دندانها معین نمود که این جسد بانکر معروف است، ولی برادران شهرت از مسکو متخصص دعوت نمودند تا اینکه تکه های جسد را تشخیص دقیق نماید. تنها بعد دلیل اکسپرتیز متخصصان خارجی جنازه شهرت اسمت‌اللهیف در همان مزار سر آسیا که جسد قاتلش کیها میخسبید به دست خاک رفت. جایت جنت، زب مرد خوبی بود و عجب جوان سخاوتمند و محفل آرا و دائما لب در تبسم.